با سلام و عرض ادب دوستان. این مرغ خوشگل ما اسمش پشمکه. هر موقع که میخواد تخم بذاره از تو حیات اون میاد تو بغل من و اعلام حضور میکنه برای تخم گذاشتن. اصلا برای ما یه چیز خیلی عجیبیه. میاد پیش ما، مخصوصا پیش من، پیش بچه هم میره ولی بیشتر میاد پیش من. اعلام حضور میکنه که من تخم دارم و منو ببر بذار جایی که تخم میذارم و خودش نمیره و تنها هم نیست، نزدیک 10-15 تا مرغ، 3-4 تا خروس. این مرغ ما هم کلا لخته، از بس خروس ها حسابش رسیدن. این پشمک ما خیلی ناز و دوست داشتنیه. پشمک خانم، پشمک خانم، تو عشق منی ها بابا جون. تخم داری خوشگلم؟ الان میبرم میذارم تخم بذاری. چقدر تو نازی. حالا بعد کلیپ بعدیش هم میذارم خدمتتون.